من شبها در خانه می خوابم ولی در پیری هرات شبها چی گپ است؟ در پیری جانم میره در پیری جانم میره مردم دارن می آین و هی قصه فراق نوشتیم سر به سر، لیکن چی سود چون بر جانان نمیرسد. همراهان و بیننده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. امشب با دوستان تصمیم گرفتیم به آرامگاه پیری هرات بیاییم و ببینیم که در شب ای آرامگاه چی فضایی داره. در شب در اینجا می آیند. خواستیم تصویری داشته باشیم و ببینیم که شب آرامگاه در چی حالتیه. همراه باشیم. بینندگان عزیز، طبقی که در تصویر میبینین شب و آهسته آهسته به سمت مقبره پیری هرات میرویم و ببینیم که ازدحام مردم زیاد کسی هست نیست. طبقی که به تصویر دیدین کلگی با یک آرامش کامل نشسته بود. یکی دعا میکرد، یکی ذکر میکرد و هنوزم مردم دارن میآیند و فکر کنم تا صبح اینجا حضور مردم پررنگه. عزیز، داخلی آرامگاه اتاق‌های توجه مرا به خود جلب کرد و فکر کنم اینجا بزرگوارای مردمی برای ذکر میاین و اینجا ذکر میکنن. اگر امکان داشته باشه یک تصویری داشته باشیم. در عزیز داخل از اتاق شدیم و طبقی در تصویر میبینین کلگی دارن ذکر میکنن و یک کاملا یک فضایی. ما اصلا اولین بارم است که به اینجا آمدم و چنین فضایی را دیدم واقعا حالت کاملا هیجانی دارم ایجاد شده. در پیری جانم میره در پیری جانم میره در پیری جانم میره من شبها در خانه می خوابم
ولی در پیری هرات شبها چی گپ است؟ مردم دارن میآیند و هی میآیند و در داخل اتاقها طبقی که در تصویر دیدیم چی فضایی بود. همراهان عزیز، خواستم که بفهمم که جوان‌ها وقتی با ای تایم شب به مقبره پیری بزرگوار هرات میآیند، سوال از اینا را پرسان کنم به اساس کدام انگیزه میآیند که از جوان‌ها دوست داره صحبتی داشته باشه. سلام. السلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین؟ سلامت باشین. صحت خوبه؟ شکر الحمدلله. در این آرامگاه پیری بزرگوار هرات چه هست سوالی دارید؟ ما واقعیت بعد از 18 سال 4 ماه میشه که از ایران آمدم و در حال حاضر طی 4 ماهی که آمدم بار اولی که در این محبت قرار میگیرم، واقعا برای من لذت بخشه ای که همچین فضای دلانگیزی در کشور خود میبینم. بالاخره کشور باید پیشرفت کنه ولی باز همچین جای دیدنی که داره منجر به دیدار خیلی خوب لذت بخش نگاه می‌کنم، احساس سبکی با آدم دست میده. چقدر ولی صحبت می‌کنی واقعا خیلی خوش آمد. دوست داری هر شب بیایی؟ من اگر وقت داشته باشم چرا که نه، ولی چون متاسفانه مریض های هست که باید به اونا رسیدگی بشه دیگه، به خاطر همین نمیتونم هر شب بیام، ولی شب‌های جمعه تا حدودی با دوستان و عزیزانی که هستن دیگه ما رو همراهی میکنن تا اینجا میایم و از این باد دلانگیز و خنکی که داره، از این فضای آزاد و خیلی لذت بخشی که داره، مخصوصا موقعی که پا برهنه از اینجا قدم میزنیم لذت بیشتری با آدم میده که تمام سنگ ها رو با کف پای خود حس میکنه خنکی ایناش. خیلی خوب، ممنون. قربان شما. موفق باشید. همراه باشید. و اولین بار من بود در زندگی که چنین چیزی را تجربه کردم و واقعا فوق العاده بود. باز هم در چهار طرفی از این آرامگاه پیر بزرگوار چنین اتاقایی هست و بزرگواران و مردم در حال ذکر هستند. من میخوایم که یکی از اتاقهای دیگه که جوانها، نوجوانان و همچنان مستفیدان در اینجا حضور دارن و در حال ذکر هستند، اینا رو به یک شکلی به تصویر بکشیم. طبقی که در تصویر میبینین در اتاق دیگه هم در حال ذکر و نیایش هستند. درد فراق یار که درمان پذیر نیست، جز وصل یار هیچ به درمان نمیرسد. هجر و فراق و درد غریبی و بی کسی، هجر و فراق و درد غریبی و بی کسی، ما زمودیم هیچ به سامان نمیرسد. ما قصه فراق نوشتیم سر به سر، لیکن چی سود چون بر جانان نمیرسد. احوال این ضعیف و بیارش کی میبرد، پای ملخ به نزد سلیمان نمیرسد.
هر چند و خار و زار به کویش فتادیم، حالی گدا به حضرت سلطان نمیرسد. مرغی دلم اسیر شد مرغی دلم اسیر شد و در قفس بماند. عمری گذشت و مرغ به بستان نمیرسد. احمد ز درد عشق شده مبتلای غم، دردو که درد عشق به درمان نمیرسد. بیننده‌های عزیز، در قسمتی دروازه ورودی آرامگاه پیری هرات قرار داریم و یکی از جوانایی که خوب چهره نورانی هم داره کنار ما هست. امروز یک سلام علیک داشته باشیم و همچنان ببینیم که چه سوالی دارم. سلام علیک السلام و رحمت الله. خوب هستیم؟ شکر الحمدلله. اسم شما؟ باشین. نصیر احمد. هر شب به آرامگاه میایین؟ هر شب که فارغ‌تر باشین انشالله خود دوستانیت میایین اینجا. یعنی زیادتر وقتا میایین؟ بله یا زیادتر وقت میایین. شما وقت زیاد اینجا میایین چی فیضی از این آرامگاه بردین تا فعلا؟ اینجا دیگه فیوزات زیاده که خیلی دوستای تا از ولایت‌های دیگه و از کشورهای دیگه میان اینجا و به سیاحت و یکی به دیدار که یکی از اولیای بزرگ به اینجا دفنن و خیلی دیگه از سیدایان و دیگه اولیای هستن. معمولا مردم اینجا تا ساعت چند میشه شو میاین و میرن؟ تا یک دو میترن. تا دوی شب؟ یا تا دوی شب هست. شما اینجا ششتین؟ ما اینجا هستیم و سر کیف میکنیم؟ هم میره فیوزات میبریم. خب باشنده میراتین؟ بله باشنده گذرین. ما از ولیسولی گذرم میاد. ممنون، تشکر. همراه باشین. همراهان عزیز، این بود آرامگاه پیری هرات که در شب خدمت شما به تصویر کشیدم. امیدوارم حسی از شما ایجاد شده باشه که حضورا خود شما هم اینجا بوده باشید. تا برنامه بعدی شبانه شما